سلام آقا، حال دلتون چطوره؟ ساعت 11 شبه و من اومدم فقط این یه تیکه رو بگیرم که بذارم اول ویدیو و بگم که احتمالا شما این ویدیو رو فردا میبینین و خواستم بگم که ویدیو اول اگه کم و کاستی دیدین و حالا هر چیز دیگه ممنون میشم که حالا زیاد سخت نگیرید. ویدیو اوله و ایشالله از ویدیوهای بعدی میریم که بهتر کنیم، بهتر، خفن‌تر، هر سری بهتر از سری قبل. مرسی ازتون، خوشحال میشم ویدیو رو تا آخر ببینید. توی این ویدیو قرار با همدیگه بریم و 4 تا از فلافل لبنانی‌های شهر زنجان رو تست کنیم و از 1 تا 4 بهشون نمره بدیم. ولی خب از اونجایی که من منتظر آیدینم که بیاد، اونم گفته ساعت 5 میرسم و الان فعلا ساعت 4 و ما 1 ساعت وقت داریم که تا آیدین برسه. بریم که یه جوری خودمون رو مشغول کنیم تا آیدین بیاد. به بک‌گراندمون هم از 1 تا 10 نمره بدیم. آقا ما رسیدیم دم گیم نت، بریم داخل یکم بازی کنیم تا آیدین برسه. شما شاپایی کنده ای؟ بیا این موشن پارک ایکس لارجه. بنداز بریم. سلام خوش آمدید. موچی بیارم خدمتتون. یه ساعت فقط می‌خواستیم بازی کنیم. بیارم خدمتتون. زامبی بازی کنیم؟ آره اوکی بازی می‌کنیم. زامبی بفرمایید همون دست که الان میام خدمتتون. آقا در حال پلی دادن یه آیدین هم بالاخره اومد رسید. آگه وقتی فهمید گیم نتون خودش رو 3 صبح رسوند، وگرنه قرار 5 تازه از خونه برگرد. الان تازه ساعت 5 بریم یه مقدار اینو بازی کنیم بعد بریم سراغ موضوع اصلی. آیدین وقتی فهمید تو گیم نتیم 2 ثانیه اومد. جون مادرم دیگه. بابا خب برو پایین دیگه واسه منه. پروفایلات سخت در حال گیم پلی ان. علی آقا به اینم اشاره کن. بابا پایین دیگه. اینجام که خاک عالم مسخره تو این چرخی بابا اول بلد نبود چطوری بدو ها. من بهش یاد دادم این قابل توجه شما. به ریوایو کن بابا ریوایو پاشو برو کام نگی در وا کن دیگه. من در وا همین که من داشتم باهاش بازی میکردم همین کارو کرده. در باز نمیکرد. بیا بابا وا کردم بیا بابا. اینجا بود که عبور خودش نشون داد. خاکی نیدم برچشت برمیگردی کامرا؟ PS4 ندارم. داشتی از بالا پایین دارم میریزن سرم. گان نداره. گان نخر خب گدا خوشنه پول نداره. آقا به من گفتن بشین بازی ما رو نگاه کن یاد بگیر. پاهاش هم انداخته رو پاهاش. الان تو لول 1 میمیرن. نگاه کن ببین تو همین لول 1 الان ببین این تکنیک بازی. بابا نکن دیگه. تکنیک بازی این. نگاه کن به خدا تیر گلد تموم بشه دکشی یادش خود با چی لیز میخورد؟ شایره نه؟ ای بابا. از این آقا
هماهنگیشون آیدین هماهنگیشون بیا اینجا مردم بله قرار بود تا لول 20 آیدین گمت نباشه. آها بودو سری ریوایو بده بودو بیا زن بیان ببین میترسن از من نمیزنم بچه. نجات پیدا کرد نجات پیدا کرد. برو بالا برو اینم میتونی بگیری شاتگان بسترم بگیر دیگه نگهدار مربع رو بابا نمیرسه که بگیر به این میرسه اول این در یادت میاد اینجا مردیم یادت میاد اینجا نمردیم ما تا 9 رفتیم تو پله واسی اول من بهت اینجا یادم شد بدویا بچه‌ها من برام اینجا یاد دارم آیدین اینجا بود داشتی فلان می‌کردی یادته منم خیلی چیزا رو آیدین اومد از پلو الانم زامبیا بهت یاد میدن چطوری آیدین قضیه بپر نتونست بابا بزن نمیبینی منو الانم زامبیا بهت یاد میدن چجوری فورسام بزنی صبر کن بیا علی آتوسا پایینی تویی؟ آره دیگه فکر نکنم شیوه قشنگی باشه ویدیو منه اینا دارن از من بیشتر بازی میکنن خدایا برکت تو شکر اصلا موضوع اصلا آره داشتم میگفتم ویدیو منه اینا دارن بیشتر از من بازی میکنن حالا جالبش اینه موضوع ویدیو اصلا این نیستش ما نشستیم اینجا اینقدر با شور و شوق داریم زامبی بازی میکنیم اولن بابا مردن دیگه الان 2 لول بیشتر زنده نمیمونن افتادم پایین تمام شدن تمام شدن بیا بالا دوباره تموم بیا دارم میام به 7 نمیرسم مردن زیادن مگه ای دبل اونطوری میزنی بزن با شاتگان میزنم شو بیا من میزنم شو بیا دارم میزنم شو چیو میزنی بودو بیا داره نوازششون میکنه در بیا الان بیا اینا کیه بابا علی گفتی بیا بریم نه بریم آقا پاشیم بریم دیگه بس آقا از گیمت در اومدیم بزنیم بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو کردیمون از ویدیو اصلیمون بیشتر شد بزنیم بریم بفرمایید از هر کسی ابوالسعید است اول حالش خوب نیست زیاد عصبانیش کردیم و الان زندگی اومدیم سر لوکیشن اول دمشون گرم گفتم سیتی کم کردم بریم تو کوچه تستش کنیم که ببینیم چطوره قیمتش هم همونطور که اینجا میبینین 80 تومن شد بزنید بریم آقا برگشتیم سر لوکیشن اول بیایم که اولین ساندویچ رو تست کنیم که ببینیم چطوریه خدمت شما علی آقا نایلون هم همیشه تو جیب چه سوسیه؟ ببخشید عزیزم واقعا سس زدی مگه بهش؟ سس زدی؟ بیا نمیخورم تو بابات خردل بخوره مامان خردل بخوره اول کی گفت سس بزنید این آخه؟ واقعا ببخشید تست کنید ببینم سلامتی
دست من چی؟ دست من چی؟ دست من چی؟ دست من چی بگه؟ ارزون ترین ساندویچی که الان خوردیم تو زنجان. نه بابا ترس فکر نکنم این ارزونه باشه. خوشمزه است. از همه چیز خوشم اومد جز سسش. خوشمزه هست ولی خب سسش خردل نیست. یه ذره آره همون. خره چه دری. خوشمزه است، من خوشم آمد ولی خب جای بعدی احتمالاً از این بهتر باشه. نمره بخوای بدی 1 از 10 چند میدی؟ بابا 2 دقیقه نخور بابا. خلاص شد فقط تست کنیم. نهار نخوردی نه؟ نمره 1 تا 10 چند میدی نمره؟ 8. منم 7 میدم. خودت چند میدی علی؟ با همه چیش حال کردم جز سسش که یه ذره کلمیناش انگار داره از خودش سلفی میگیره. یه ذره کلمیناش با خیارشورش بد بود. فکر کنم 6 اینا واسه اوکی باشه. دیگه خردل همه چی داره میریزه. آره بریم آقا، بریم سراغ لوکیشن دوم. ما هم اینا رو تا تو راه بخوریم ببینیم به کجا میرسیم. بزن بریم آقا. اسخر کثیف ابوالسعید است. اول حالش خوب نیست. حالش خوب نیست. زیاد عصبانیش کردیم و الان زندگی. آقا ما از لوکیشن اول خارج شدیم، داریم میریم سراغ لوکیشن دوم. لوکیشن اولمون حالا بچه‌هایی که تو زنجان باشن میشناسن. میدون اصلی شهر میدون دروازه بود و الان داریم میریم سراغ میدون رسول، همون کنار پاساژ اشراق و فلافل آنیل. بریم که داشته باشیم دیگه. بزنم بریم. حاجی وسط راه نگاه کن چی خدایا، به ملت رفیق دادی به ما هم رفیق دادی. میگه انگور پیدا کردم. بردار ببریم بفروشیم. بردار ببریم بفروشیم. داداش انگور بزن. بیا بابا بیا انگور رو نشون بدم. نگاه تو رو خدا. حله ببر بزن سر ببر ببین اون چند میخره. آیدی فلافلا در بیار. برد پول فلافل. سلام حاجی، اومدیم 2 تا جعبه انگور بفروشیم. هرچی فامیل داشتیم نداشتیم تو خیابون دیدن. الان دور میزنه دایم 3 بار اومده دور میدون رو دور زده. بیا بریم حاجی، نمیخوام این ویدیو طلسم شده. بیایم بریم. آقا رسیدیم سر لوکیشن دوم، فلافل آنی. اینجا تو میدان رسول، اشراق هم بگیر، کنار مجتمع اشراق. و بریم که حالا فلافل دوم هم بگیریم، بیایم تستش کنیم که ببینیم چطوریه دیگه. با من بیا. در حال خرید فلافل. من اگه میدونستم این قراره دنباشو بده حساب کنه بهش زودتر میگفتم چند یوتیوب بزن. همونطور که ببینین داره میاد، فکر کنم عملیات شکست خورد. آقا رفتیم سفارش رو دادیم، پولشو گفتن آخر سر حساب بکنیم. بریم بشینیم تا آماده بشه. اینجا ببینم. بریم بشم. بشه کنه بخونیم. دختر جوونی چیزی میلفه شوگره. آقا دومی هم تحویل گرفتیم، بیایم که تستش کنیم. این یکی هم علی بگیر. این یکی هم 95 تومن شد، 15 تومن گرونتر از قبلی. من از هر دوتای اینا سلطان هزینه‌های نامنظم. من از هر دوتای اینا قبلا هم گرفته بودم فلافل، ولی خب
اگه بخوام نظر کلی ما بگم احساس میکنم این از اون بهتره. حالا جفتشون هم کردن تو پاچش. بچه‌ها بخورن که ببینیم چطوریه دیگه. این واسه علی. آخر ویدیو هم بگو اگه من نبودم خیلی الان گوشته میرفتم خونه. این با سس توش. بچه هر جا میبینی سس میزنم آخه. شاید یکی نمیخوره. نمی‌شه فکر کنم باید تا سس بخوری علی. خب من سس نمیخورم که. کی حالا سس خورده؟ ببین میدیم بابا آن نکردم. کامان آیدین کامان. اتک آیدین. و سلام. خب. نمیزنیم. Cheers. I'm really high class. دست یواش رو میمیری ها. منظورش اینم تنها چیزی که فرقی که احساس کردم این بود که سس خردل بود، سس این چیزیه بود. این حجم‌تره دیگه ولی این نسبت به اون خیلی حجم. ولی با این حال نمی‌کنم که تو ساندویچ با سس بزنن. ولی من اگه این فلافلاش بعضی موقع احساس می‌کنم چطوری بگم به شما خیلی وقتا شده ترد بوده این دوست دارم ولی خب بعضی وقتا هم خیلی سفت میشه که نمیشه خورد. اون موقع اصلا خیلی غیر قابل خوردن میشه. ولی خب من اینو بیشتر از اون دوست دارم. شما برو تو حلقش اونطوری نمیشه. گوی. آره من اینو بیشتر از اون دوست دارم. اون 70 ام اینم 8 8 میدم. تو چایدیم 4 3 15 تومن گرون کرد کوفته مزخرف. ببین چه مزخرفی واقعا سه خیلی مزخرف. خب منم که ببین چون که دوباره سس زده 8 میدم فقط به خاطر اینکه دوباره سس زده. آره. رو بردی بالا. نه دیگه. خب خوبیش این بود که این بقیه‌اش از این چیپس اینا هم داشت ولی خب تو ساندویچ سس میزنم متاسفانه خیلی خرابه. من دندون ندارم نمیتونم روز بدم. ما کاتش بدیم بریم اینا رو هم بخوریم بریم دیگه سراغ لوکیشن سوم. یکم فقط سرعت رو ببریم اگه داداشم نبود الان خیلی گشنه میرفتم خونه. آره دایی دقیقا نبود خیلی احمق بگو هیچ اینا بریم بخوریم بریم سراغ لوکیشن بعدی. اگه این مگه دیلنچیلیک میکنی وقتی رفیقم میگه من رژیمم ساندویچ خودشو خورده اونجا خورده واسه علی رو خورده فیبره دیگه فیبره بعد میگه فیبره کاهو رو نشون بده. رونی کولمن ری خود پشماشون. بچه‌ها بریم حتما آب بخریم. آقا داریم میریم سراغ لوکاسیون سوم. داریم میریم سراغ لوکاسیون سوم توی پاساژ اسپایدرمن ول کن آقا بیایم بریم سراغ لوکیشن سوم اونجا. آقا این دوتا احمق سر فلافل دوم ایسان رفتن نمیدونم چی شد رفتن دستشویی برگردن. بریم ببینیم اینا داستانشون چی شد. آقا همونطور که حدس می‌زدم به مشکل خوردیم و بچه‌ها گفتن دیگه همینجا ویدیو رو تمام کنیم چون فکر نکنم دیگه توانی واسه خوردن فلافل سوم داشته باشن. منم از قبل میدونستم اینطوری میشه. همون قدر که تو ویدیو می‌خوردم همون بود. بقیه‌اشو میدادم دیگه بچه‌ها می‌خوردن. و همین دیگه بچه‌ها دیگه گفتن همینجا ویدیو رو تمام کنیم. اگه مشکلی نیست برام گفتم اوکی وقتی نمیتونیم دیگه چیکار کنیم. دیگه ما شرمنده شما شدیم فقط به جای 4 تا فلافل لبنانی که قرار بود تست کنیم 2 تا بیشتر نتونستیم بدیم ولی 2 تا از اون خفناشو رفتیم دیگه. 2 تا از اون خفناشو رفتیم و حالا همین دیگه بخوام بین این 2 تا مقایسه کنم دومی یک مقدار 15000 تومان گرونتر بود 95 تومن دومی بود 80 تومن اولی ولی خب نسبت به حجم و اینو دومی بهتر بود. از نظر کیفیتی هم با هم دیگه برابر بودن دیگه. بسته‌بندیشون و اینا هم که تقریبا برابر بود نمیشه بگیم بسته‌بندی یکیشون بهتر بود. تقریبا در حد پولی که دادیم میشه گفت برابر بودن با هم دیگه. و همین دیگه خیلی ممنون ازتون که تا اینجای ویدیو شد پایین
آره خیلی ممنون ازتون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین و امیدوارم که به عنوان ولاگ اول از ما بپذیرید. ما موضوع ویدیو رو تغییر میدیم و به جای مقایسه بین 4 تا فلافل میتونیم بگیم که مقایسه بین 2 تا فلافل برتر بود دیگه یه جورایی. و همین دیگه. خیلی ممنون ازتون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حتما از این به بعد ویدیوهای خفن‌تر و بهتر واسهتون ارائه میدیم. دیگه کم کم تجربه اینا بیشتر میشه، میریم که بهتر کنیم. فعلا تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.